احساس میکنیم میبینند و به اون نقشی رو که ایران به روی اطرافیانش باید داشته باشه که میتونه داشته باشه، بعضی از اونها اصلا انتظار دارند، اون رو نتونسته و به این سرنوشتی که ببینید دوچار شده. من درست در پوینت نبودم، اینه میدونم با تاپیک شما گاهی اوقات عرایزی که کردم سر آشتی نداشت، ولی به هر حال تحمل بفرمایید. ببخشید. خیلی متشکرم جناب بهنود، ممنون از شما. آقای پیمان حیدری، سکو از آن شماست. بله، عرض سلام و درود خدمت شما جناب آقای فرهمند و کسانی که در استیج حضور دارن. من پیشتر میخواستم مسائل رو بگم به خاطر اینکه نظراتی رو که من اینجا اعلام میکنم نظراتی است که بر اساس اینها استراتژی تعریف میشه و تاکتیک های مختلفی اتخاذ میشه. ما یک جریان انقلابی رو تعقیب میکنیم و هم در عراق و هم در جغرافیای به نام ایران داریم این رو تبدیل به نیروی مادی میکنیم. گرچه حضور در هیچ استیجی البته برای ما روا داشته نشده، ولی خب مرسی از شما جناب آقای فرهمند. وقتی برمیگردیم به اتفاقاتی که در منطقه اتفاق میفته، من میخوام یک داستانی رو از کشورهای عربی و به خصوص عراق نقل بکنم. ببینید، آنچه که شما امروز در عراق شاهدید، در سوریه شاهدید، در یمن شاهدید، در لیبی شاهدید و ما میبینیم. البته کسی مثل شما که در این حوزه کار میکنه به خوبی این چیزها را میداند. من دارم تحلیل های خودم رو میگم در جایی که رهبریت میکنیم یک جریانی را. مسئله بزرگ کشورهای عربی نداشتن روایت ناسیونالیستی، همینطوری که مثلا جناب آقای دکتر بارز به عنوان یک افغانی دارای روایت افغانی بودن نیست و به همین خاطر این سرزمین هیچ وقتی به صورت یک دولت ملت در نمیاد. اینجا یک اتفاق افتاده، اونم نحله اروبه و ناسیونالیسم عربی است که با آقای جمال عبدالناصر در عصر مدرن آغاز میشه. همزمان با آقای جمال عبدالناصر و اتحاد امه عربی که با حضور سوریه اتفاق میفته، داستان حزب بعث اشتراکی میشل افلق رو میشه و شقی در این ناسیونالیسم عربی ایجاد میکنه تا به فراز کودتای عبدالکریم قاسم در عراق میرسیم و احساس خطری که پادشاه ایران از حضور عبدالکریم قاسمی میکند که ادعای آبادان، خرمشهر و کویت رو داره. آقای عبدالکریم قاسم رو آقای حسن البکر البته ساقط میکنه بعد از ترور نافرجامی که بعثی‌های جدا شده از حزب بعث اشتراکی سوریه میکند. اینجا کارت آقای ملا مصطفی بارزانی توسط پادشاه ایران بر علیه حکومت مرکزی عراق به کار گرفته میشه و داستانی که خودشون بهش میگن شورش ایلول برپا میشه. همزمان در این جریانات ما انقلاب شاه و مردم رو داریم، همین رو با جمال عبدالناصر داریم، اصلاحات کشاورزی، و همین رو با عبدالکریم قاسم داریم. یعنی دخالت ایران در حکومت مرکزی عراق، زدن ناسیونالیسم عراقی که آخرین نحله عربی و آخرین نحله این ناسیونالیسم عربی آقای صدام حسین بود و داستان سوریه که بماند. شما بهتر از من میدونید تمام اتفاقاتی که در خاورمیانه اتفاق افتاد رو کشورهای اروپایی و دستگاه‌های امنیتی از ترورهای فرودگاه میلان گرفته تا هواپیمای لاکربی تا اون نایت کلاب های آلمان، همه رو کار استخبارات سوری دانستن تا صبحگاه مرنس‌های آمریکایی در دهه 80 که باز کار استخبارات سوری حزب الله جدید و تأسیس بود که همه رو اکثریت اینها رو آمریکا به گردن لیبی انداخت. یعنی به طوری ناسیونالیسم عربی را زدن. ما به فراز 2003 میرسیم، حکومت عراق رو کلن ساقط میکنن، عراق تبدیل به یک فیلد استیت میشه. آقای پول بریمر میاد و میخواد به صورت فرماندار نظامی عراق رو اداره بکنه. اولین کاری که میکنه ارتش عراق رو کلن باطل اعلام میکنه، تمام رفیق حزبی ها رو از دستگاه های عراق اخراج میکنه و داستان انفجارهای عراق آغاز میشه. اینجاست که آقای زالمای خلیزاد ورود میکنه و کشفی میکنه به نام آقای نوری المالکی. عراق نو چگونه عراقی است؟
عراق نو عراقی است که بر اتحاد سکتی فرقه‌ای عشیره‌ای فاسد و تا زمانی که یک حکومت مرکزی فاسد داشته باشد مأمن امنی خواهد بود برای بقیه، من جمله ایران. بر کسی هم پوشیده نیست که در خلالی که اسناد استخباراتی حزب بعث رو گرفتن، آمریکا همه را تحویل ایران داد و من جمله از این کارکردهای این اسناد ترور بیش از 800 نفر از خلبانان ارتش بعث اشتراکی عراق بود که در زمان جنگ ایران و عراق هواخلبان جنگنده های عراقی بودند و همه اینها رو دونه دونه ترور کرد ایران در خاک عراق. و اقمار ایران در خاک عراق، اتحادیه میهنی کردستان عراق، پارت دموکرات کردستان عراق و تمام سپاه بدر و داستان خانواده آقای حکیم و تمام اقمار دیگه که همه شما میشناسید. چه اتفاقی در عراق افتاده؟ ببینید، ما اگر برگردیم به ایده ایرانیت همان ایده شیعیت یا تشیع. یعنی شما وقتی به ناسیونالیسم ایرانی برمیگردید هیچ تبیین جدیدی نداره و ناسیونالیسم ایرانی بر ستون تشیع استوار است. اگر اینو یک امتداد تاریخی بدیم ما به شعوبیه میرسیم، شعوبیه‌ای که میخواهد. آقای حیدری ببخشید آقای، لطفاً زودتر برسونیدش به موضوعی که اینجا مطرحه. بله حتما من به همینجا میرسم. نکات تاریخی رو عزیزانی که اینجا هستن همه استادان و همه اشراف دارن. من میدونم جناب آقای زودتر برسونیدش به من میدونم جناب آقای فرهمند که شما همگی استادید و همگی این تاریخ رو میدونید. کوتاه در صورت جریان شعوبیه سعی میکنه که اروبه رو از روحش به نام اسلام تهی بکنه و اروبه رو پس بزنه. این رو شما با بنی امیه ستیزی میبینید و به جریان اروبه ستیزی هم میرسید. اتفاقی که افتاده الان آقای مقتدی صدری آمده است که ادعا می کند رهبر شیعیان جهان است و میخواهد تبدیل به رهبر ملی عراق شود و برای این امر آقای مقتدی صدر بایستی عبور بکند، یعنی یک روایت دیگری بر اروپه جدید بزند. در این اروپه جدید من فکر نمی کنم هیچ کدوم از کشورهای منطقه، چه عربستان سعودی چه کشورهای حوزه خلیج فارس و چه مصر، هیچ مخالفتی داشته باشند با این روایت جدید اروپه. آنچه که میتواند عراق را متحد بکند یا قدرت را به مقتدی صدر بدهد الا یک روایت اروبه نباشه چیزی دیگری نخواهد بود. به همین خاطر اولین اتفاقی که افتاده برای آقای علی خامنه‌ای و برای این دولت با این ساختار مرگ ایدئولوژیک ایرانیتی است که صدریه بهش تحمیل کرده، یعنی صدریه شعوبیه را از بین برده است. این اولین شکستی که خورده. این باعث میشه تمام اقمار جمهوری اسلامی در منطقه بایستی تغییر بکنن، بایستی فکری به حال خودشون بکنن. همین الان در عراق کشمکش‌های عظیمی حاکم است که ما در اقلیم کردستان هم بهش اشاره کردیم و ثمره خروجی این هم اعلام درست کردن ارتش کردان بود. به خاطر اینکه حکومت اقلیم کردستان دچار مرگ سیاسی شده، اقمار جمهوری اسلامی دچار مرگ جماهیری شدن و خود دولت ایران دچار مرگ ایدئولوژیک شده. حالا سعی میکنه همین جریان روندی که ما داریم میبینیم، بله مردم ما معترضن، بله مردم ما زیر فشارن، بله مردم ما به تنگنا رسیدن، اما هسته‌های اولیه برگزار کردن این اعتراضات، مثلا جوانان محلات تهرانی که کسی نمیدونه کیان، مانیفستشون چیه، به چه شناسنامه‌ای دارن، در ایران اینترنشنال و شبکه‌های دیگه به سرعت فراخوان اینها پخش میشه و اگر احیانا این فراخوان رو من بدم یا کسان دیگری بدن این کار رو نمی‌کنن. ولی چرا این فراخوان رو پخش میکنن؟ ما رو به یک نقطه میرسونه، اینکه دولت ایران داره به شدت تلاش میکنه یک گذار بکنه از وضعیتی که درش هست، بتواند ساختار بوروکراتی دولتی رو حفظ بکنه تحت نام انقلاب مردم برای دولت قانون و حقوق شهروندی تا بتواند هیکل دولت ملتی را حفظ بکنه. این اولین حرکتی که داره میکنه و در این مسیر داره اشتباه میکنه، اشتباههای یکی پس از دیگری، قمارهای یکی پس از دیگری و تمام اقمار خود رو در منطقه خرج میکنه، یعنی همه رو به مسلخ میفرسته، من جمله اتحادیه میهنی، من جمله پارت دموکرات کردستان عراق، من جمله PKK، من جمله کمال دموکرات، تمام اینها اقمار دولت ایرانن. مرسی جناب آقای فرهمند. من سعی کردم خیلی زیاد بکنم داستان رو، اتفاقاتی که داره میفته تمام خاورمیانه رو تغییر میده. مرسی. این نکته آخری که گفتید که کمال دموکرات پژاک PKK،
پژاک استانبولی گفتید پژاک، اگر که درست متوجه شده باشم گفتید که اینها هم اقمار دولتی ایرانن، درست؟ بله جناب آقای فرهمند. بله. این که الان جمهوری اسلامی انگشت اتهام رو به طور مشخص روی کماله نشانه رفته، به نظر شما دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما حزب دموکرات کردستان ایران رو که اسم ببری، در دوران امروز دموکراتیک بودن و دموکراسی خواهی چیز شیکیه و یکی از مطلوبات جهانیه، لذا اسم حزب دموکرات رو آوردن همچین تأثیری نمیذاره. اما کماله اسم کردی به معنای جمع، مردم نمیفهمه یعنی چه. یک سبقه دوران دهه 60 هم بهش میگه آدم سربران، چیزهای مخوفی ان و دارن بر علیه ما توطئه میکنن. من اگر مایل باشید در این زمینه حاضرم تمامی دلایل خودم رو که ثابت بکنه اینها کلونی دولت ایرانن رو ارائه خواهم داد در همینجا. کاملا هیچ محتوایی نداره، کاملا بودگی هیچ چیزی نیست و هیچ چیزی رو فرماندهی نمیکنه، اینها هیچ مشروعیتی نستادن. در سایت BBC شما جناب آقای فرهمند پریروز برای اولین بار یک اتفاق افتاد، یعنی من برای اولین بار در فضای سیاسی ایران چیزی دیدم، اون هم نقل به سخنان وزیر داخلی ایران بود از لحاظ قانونی. طبق قانون جمهوری اسلامی ثابت کردن این آقای وزیر غیر قانونی داره حرف میزنه و مجرمه و مصادیق جرمش رو هم برشمردن در سخنانی که گفته بود. یعنی این برای اولین بار اتفاق افتاده بود. کسی که اپوزیسیون جمهوری اسلامیه و داره جمهوری اسلامی ادعا میکنه من یک دولت قانونی مستقر هستم، اولین کاری که بایستی بکنه اینه که مشروعیت رو از جمهوری اسلامی بگیره. ما در طی دیبیت های پارسال ثابت کردیم سپاه پاسداران یک مولود غیر قانونی و نامشروع انقلابیه. طبق همون قانون مشروطه، طبق همون دولت موقت ما ثابت کردیم. اما هیچ کسی، شما با هر کسی که حرف می‌زدید میگفت که کیه که ندونه سپاه پاسداران غیر قانونیه. ببینید آقای فرهمند، وقتی در سرزمینی سپاه پاسداران در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده. نه جناب آقای فرهمند، 2 اردیبهشت 1358 سپاه پاسداران اعلام میشه که درست میشه. آقای عباس من نکته شما رو متوجهم. در اون زمان حالا اساسا خب نمیشه اصلا خیلی از اینجا غیر قانونی صحبت کرد، چون قانون اساسی وجود نداشته، ولی خب به زودی در همون سال 58 قانون اساسی به هم‌پرسی گذاشته شد و تصویب شد و در اونجا سپاه پاسداران تعریف قانونی پیدا کرده. بنابراین از اون تاریخ به این سو حداقل نمیتونیم بگیم که سپاه پاسداران غیر قانونی است. ما همینجا در مورد سال 58 حرف نمیزنیم، داریم در مورد اکنون صحبت میکنیم. درسته جناب آقای فرهمند. ببینید آقای فرهمند، شما یک سپاه پاسدارانی را میسازید که هیچ وجودی نداره، بعد با 180 میلیون بودجه دولت موقت از بیت المال مردم ایران برمی‌دارید، یک عده مردم رو بسیج میکنید، ثبت نام میکنید و بازوی نظامی برای آقای خمینی درست میکنید تا تصرف قدرت بکنه. یعنی شما از فاصله دولت موقت صبح 22 بهمن 57 تا زمان رفراندوم قانون اساسی شما شاهد شورای انقلاب هستی، دولت موقت هستی، سپاه پاسداران هستی، بنیادهای مختلف هستی، کمیته های انقلاب هستی. یعنی آقای خمینی فقط داره نهادسازی و بنیادسازی میکنه تا تصرف قدرت بکنه. این رو برمیگردونی به همون موقع. حرفی که من زدم اینه که ما هیچ چیزی از جریانی به نام کومله نمیبینیم که مشروعیت زدایی کرده باشه. وقتی جمهوری اسلامی برمیگرده به اینها میگه گروهک، وقتی جمهوری اسلامی برمیگرده به اینها میگه حزب منحله، به اینها میگه فلان میسان، اینا هیچ مشروعیت زدایی از حاکمیت جمهوری اسلامی نکردن. بعد اینا منتظرن میگن فشاری که بر مردم میاد خود جمهوری اسلامی میفته، بعد ما دنبال رو مردمیم. ببینید حرفایی که اینها دارن میزنن دقیقاً در راستای مانایی و ماندگاری حاکمیت تهران است و آنچی رو که تولید نمی‌کنن مردم قصدمندی است که بخواهد قدرت خود و آزادی خود رو تعقیب بکنه. حالا به این موضوع خواهیم گشت، البته اگر سوالات بیشتری باشه جناب آقای فرهمند. مرسی. یک نکته دیگه هم در این خصوص من خواستم از شما بپرسم، اینکه حالا پیش از اینکه شما تشریف بیایید به اتاق، اینجا در خصوص ترکیه که صحبت شد پرداختیم به گروه‌های کرد و من اینجا اشاره کردم که ما از گروه‌های مسلح کرد ایرانی وقتی صحبت می‌کنیم کمله، دموکرات و پژاک مد نظره. خب البته کمله و دموکرات به شعبه بندی شدن، هر کدوم 2-3 شاخه شدن، کار نداریم، ولی حالا میگیم کلیت کمله و دموکرات و پژاک. و اینکه کمله و دموکرات اساساً توان نظامی چندانی در مقایسه با پژاک ندارند، یعنی هم تعداد نفراتشون محدوده، همین که
توان محدودی دارند، اما پژاک با فاصله زیادی از همه اینها، هم از لحاظ تعداد نفرات و هم از لحاظ قدرت نظامی و پیوستگی هم که با PKK داره بهش دست بالایی میده. اینها پژاک رو خیلی در فاصله خیلی زیادی از این دوتا میگذاره. اما ما ندیدیم که این گروه‌های کرد در این رخدادی، در این اعتراض‌هایی که برپا شده و به خصوص در کردستان بسیار خونین‌تر از جای دیگه بوده، دخالت مستقیمی داشته باشند. خودشون این رو انکار میکنند و این دخالت نکردنشون به نظر آگاهانه میاد، یعنی گویا خودشون تصمیم گرفتند که دخالتی نکنند و جمهوری اسلامی هم داره در واقع به عنوان یک حربه تبلیغاتی انگشت اتهامو به سمت کمله نشانه میده. شما ارزیابی شما چیه؟ فکر میکنید که گروه‌های کرد و یک نکته دیگر هم هست که نبود شعارهای قومیتی در این خیزشی که الان رخ داده، ما سابقه قومیتی ندیدیم، اون هم در حالی که قربانی این داستان کسی که جرقه‌شو زده اساساً یک زن کرد بوده. این دو نکته ارزیابی شما از این که عدم دخالت آگاهانه گروه‌های کرد و نبود شعار قومیتی، شما فکر می‌کنید چرا اینطوریه؟ جناب آقای فرهمند، نه کاملا نه دموکرات نه PKK دارای عمق اجتماعی در جامعه ما نیستند. برای اثبات این صحبت ما بایستی برگردیم به همان چیزی که شما بهش اشاره کردید و اون هم گروه مسلح یا نیروی مسلحی گریلایی است که می‌خواهد با حاکمیت بجنگه. ببینید شما وقتی به مقوله جنگ گریلایی برمیگردید، سه نکته رو باید مد نظر داشته باشید، به استثنای کوبا که شرایط کوبا رو بایستی بررسی کرد. هیچ جریان چریکی ادعا نمی‌کند که با یک نیروی با سرمایه‌های نامحدود به نام ارتش حکومتی می‌تواند در بیفته. هدف از جنگ گریلایی که یک جنگ یعنی با تعریف دنیای مدرنش سه چیزه: پولیتیک، پابلیک اپینین و پروپاگاندا. یعنی شما در پس هر عملیات نظامی که دارید میکنید بایستی این سه چیز رو مد نظر داشته باشید تا مردم رو به انقلاب توده‌ای برسانید. یعنی اینکه هر عملیات نظامی که شما میکنید به صورت نمادین بایستی مردم رو عبور بده از حاکمیتی که زیر سیطرش هستن و مردم از حاکمیت عبور بکنن. تمام کارنامه جنگ مسلحانه کموله و دموکرات شکست بوده و هیچ توجیه سیاسی و هیچ توجیه پروپاگاندایی برای اینها نداشته و مردم ما رو هیچ وقت به هیچ نقطه‌ای نرسونده که طرف مقابل رو به عنوان اشغالگر ببیند. مردم از دولت جمهوری اسلامی عبور کردن. این احزاب هیچ عمق اجتماعی در جامعه ما ندارند، خودشونم میدونن. همونطوری هم که دارید مشاهده میکنید، این حرفایی هم که میزنن ما تاکتیک اتخاذ کردیم که درگیر نشیم. شما جنگ مسلحانه میکردید که مردم به این نقطه برسه. وقتی مردم به این نقطه میرسه، اگر احیانا شهرها بعداً مسلح بشن، شما با 2000 تا نیرو، 3000 تا نیروی مسلح در بین خیل مردم گم خواهی شد، نه دیده خواهی شد، نه قدرت خواهی بود. از اونجایی که شما هیچ محتوایی هم نداری. برمیگردم به فراز PKK مستقیما گردشی که میکنه. ببینید جناب آقای فرهمند، برای اینکه این حلقه های مفقوده رو پیدا بکنید، ما در ایران یک حزبی داریم به اسم حزب اتحاد ملی. 1375 در تهران حزب اتحاد ملی ایران درست میشه. این حزب هیچ دفتر رسمی در تهران نداره، اما در سالهای گذشته در کامیاران، سنندج، مریوان اینها شاخه کردستانی داشتن. اساسنامه این حزب رو نگاه بکن. قبل از اینکه PKK بخواد چرخش بکنه و وارد مسئله کمونال و چه میدونم مردم دموکراتیک و خلق دموکراتیک و این حرفا بشه، اون حزب همین مبانی رو داره مطرح میکنه. بعد دستاندرکاران این حزب به نام شاخه کردستانی در کردستان همگی وابسته به PKK هستند و PKK به کمک سپاه پاسداران داشت یارگیری میکرد در کردستان. یعنی یک سنندجی رو برمی داشتن میبردن در شرناخ به کشت میدادن، برمی داشتن میبردن در کوبانی به کشت میدادن. آنچه که شما دیدید اتفاقا انتخاب خانم مهسا امینی، اول دفعه همه گفتن اسمش ژیناست، بعد دوباره حک کردن گفتن مهساست. یعنی از این شعارهای قومیت بازی بعد در کنارش اومدن گفتن زن، زندگی، آزادی. ببینید آقای مهرداد فرهمند عزیز، زن، زندگی، آزادی بایستی کپی شده باشه از شعار لیبرالی Life and Property and Freedom. یعنی این سه تا حق زندگی، حق آزادی و حق حیات. آیا زن حق در اینجا؟
نه، طبیعتا حق نیست، چون حق آزادی حقه، حق زندگی حقه، ولی زن حق نیست. اگه حق باشه حق کی؟ حق مرداست. بعد شما در کنار این میبینید دو تا شعار سکسیستی رو با هم تکمیل میکنن و یه محتوای بی محتوا به این میدن. مرد میهن آبادی. حالا یه فیلم از دانشجویان تهران نشون میدن، دخترها دارن میگن مرد میهن آبادی، که همان شاه میهن آبادی باشه. پسرها میگن که زن زندگی آزادی. پسرها زن میخوان، دخترها مرد میخوان. آقای مهرداد فرهمند، اینجا داره یه اتفاق میفته، 57 داره تکرار میشه. اینجا داره یه چنج اتفاق میفته که سوارش میکنن بر اعتراضات مردمی. خیلی مردم نامتعین گمنام رو به خیابان میکشن، بهای سنگین بهشون تحمیل میکنن، دست آخر اینها رو بدنه مینامن، سرها میرن میشینن با هم، مثلا در مجلس مؤسسان گذار میکنن از این حاکمیت. چه اتفاقی افتاد؟ نخود هر که رود خانه خود. کسی که تو سننده جلان داره سنگ میزنه رو کسی دیگه بیادش نمیاره. به همین خاطر شما دارید میبینید استیج های کلاب هاوسی شلوغ، کارشناسای برنامه‌های مختلف رادیویی شلوغ. اینا کیان؟ اینا چهره هایی هستن که شما در آینده به عنوان رجلان سیاسی، سفیران مردم ایران میشناسی. هیچ کسی هم نمیپرسه اینا این حق نمایندگی رو از کجا آوردن، با چه رانتی به این حق نمایندگی و به این شهرت رسیدن. این داستان خیلی واضح و مشخصه و آنچه که شما دارید میبینید در راستای این تغییر و این حرکتی که دارن میکنن، هم کمله، هم دموکرات، هم پژاک دارن هماهنگ و طبق دستوراتی که دریافت میکنن حرکت میکنن. هیچ اراده از خودشون ندارن. نمایش موشکبازی کردستان عراق هم به کمکشون اومد. 3 روز قبلتر بهشون گفته بودن که اردوگاه رو خلوت کنید. اینها یه عده رو گذاشته بودن گوشت دم توپ تا با شهیدبازی و خونگیری دوباره خودشون رو وارد بازی بکنن. ببینید دولت ایران مجاهدین خلق رو در بغداد تحمل نکرد، اما چرا کومله و دموکرات رو در کوی سنجق و در نزدیک سلیمانیه تحمل میکنه؟ اگر اینها نیروهای تاثیرگذاری هستند، اینها آقای فرهمند به دنبال فعالیت جامعه مدنی بودن. تمامی کسانی که جبهه متحد کرد با تلویزیون اینها مصاحبه میکرد، تمام کاری که میکردن همون چیزی بود که اصلاح طلبین داشتن میگفتن. همین حالا هم دارن همون سیاست رو پیش میبرن. در بین مردم هم هیچ نفوذی ندارن. من کاری به این ندارم که امکان داره یه سری خانواده‌های شهید قدیمی داشته باشن، یه سری به این حال الطافی داشته باشن، اما بافت جامعه قومی اتنیکی کرد امروز بافت شهرهای بزرگیه که مردمانی از تیره و طایفه‌های مختلف در اونجاها گرد هم آمدن و نیازهاشون، نگاههاشون کلاً متفاوته. جریانات جنگ‌های چریکی دهقانی هیچ وقت به ثمر ننشست و جریان جنگ‌های چریکی اینها هیچ وقت به ارتش مردمی نرسید و هیچ وقت هم پرولتاریای هیچ جا رو با خودشون در هیچ نقطه شهری همراه نکردن. آقای فرهمند، به همین خاطر یک نمایشی است از سرسازی برای کردها. ببینید حزب کمله یا حزب دموکرات کردستان ایران یا پارت کارگران کردستان ترکیه هیچ وقت به نام خودشون در تلویزیون ها صدا زده نمیشن، به نام نمایندگان کرد، به نام رهبران کرد. یعنی این سرسازی رو باید به اینها بدن، وگرنه نمیشه با کردها که چطوری باید صحبت کرد. باستی رفت خونه به خونه اینها رو در زد و باشون صحبت کرد؟ نه، باستی برای اینها سرسازی کرد تا اینها رو در هر توافقی دخیل داد و گفت که اینها بازنمایی کننده مردم کرد هستن. اینها نه محتوا دارن، نه تعریف کرد دارن، نه تعریف دوست و دشمن دارن و اصلا نمیگن ضرورت تشکیل شدن حزب‌های اینها چیست، در پی کدام کشمکش آمدن بیرون، چه چیزی میخواهند، دیگری کرد کیست. هیچ چیزی از این محتواها ندارن. آقا یه اساسنامه‌ای دارن مثل تمام اساسنامه احزاب دیگر، یه کپی پیستیه به صورت بسیار ناقص از مکاتب ایده‌های مختلف غربی. در نتیجه هیچ ربطی به این مردم ندارن. آنچه که اینها رو خفه کرده حضور ما در این میدانه و ما اینها رو طبق یک نقد برا که شما میبینید الان دکومنتری های سپاه پاسداران حرفای منو برمیداره، کات میکنه، میبره و در این دکومنتری ها با یک عنوان و تایتل غلط میذاره و پخش میکنه از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی، از کانال سنندج و از کانال استان کرمانشاه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها نتوانستند طی سالها
با داشتن تریبون های مختلف یک تعریف ساده از کردونا خودشون ارائه بدن. اینها نتوانستن تمامی ماها رو تقلیل دادن به یک سری خواسته ها و مطالبات حقوقی از پیش آماده شده برای یک دولت مرکزی که از ابتدا شما سکوی قدرتش رو قبول کردید. یعنی ببینید آقای مهرداد فرهمند، من که اهل کرمانشاه هستم، یکی تو تهران نشسته به من میگه که کردهای ما، من هیچ وقتی نگفتم تهرانی های ما، اون از همین حالا منو ابژه میکنه و از همین حالا کرسی مجلس مؤسسان رو برای خودش محفوظ نگه داشته تا او بره اون بالا به عنوان سر من برای من قانون تصویب بکنه، برای من قانون اساسی بیاره، هویت حقوقی تعریف بکنه که احیانا ما در مقابل قانون با هم برابر باشیم و هویت ایرانی که میگیریم یک هویت توافقی است در پی یک پیمان اجتماعی، در پی یک تعهدی که به هم میدیم و یک برابری که به واسطه این قانون و تعقیب آزادی که توسط این قانون بازنمایی میشه رو ما ببینیم. ما اینجا هیچ کدوم از این تعاریف رو نمیبینیم. لذا تازه جنگ آغاز شده، یعنی هر خلأ قدرت، هر گذاری که بخواد بشه، هر فضای سیاسی که بخواد باز بشه، جناب آقای فرهمند، تمام اینهایی که امروز ادعا میکنن رجل سیاسی هستند تا به توان 1 ساعت فضای باز سیاسی را ندارند، با تمام استدلال هایی که میکنن، چه در مقوله دولت ملت، چه در مقوله قانون اساسی، چه در مقوله آزادی، هیچ کدام از اینها به خاطر اینکه تمام کاری که میکنن رنگ کردن مردم. اینجاست که شما در هیچ استیج حضور پیدا نمی‌کنید تا یه تحلیل درستی از اوضاع بدید. آنچه که در ایران داره اتفاق میفته اینه، حاکمیت بایستی چهره خود را عوض بکند. این چهره عوض کردن و این چنج کردن احتیاج داره به یک سری نمایش‌های واقعی که احساس بشود مردم ایران به دنبال تعقیب دموکراسی، آزادی و حقوق بشر از انقلاب مشروطه به بعد اینجا دیگه میرسند به فاز آخر و نهادها و مؤسسات حاکمیتی الهیاتی و ابدی میشوند. این نمایشی که اینها دارن میدن و دارن از مردم استفاده میکنن. بسیار سپاسگزارم از شما. از عزیزان حاضر اگر درباره صحبت‌های آقای حیدری سخنی، نقدی، نظری، پرسشی دارید بفرمایید. آقای وظیفه‌شناس. بله من یک پرسشی دارم. من خیلی با دقت گوش کردم، صحبت‌های خیلی جالبی بود، هم متفاوت بود واقعا نگاهی که داشتن به تحولات کشور و منطقه، به خصوص حالا اشرافی هم که دارن بکنم خودشونم کرد باشن. فقط امیدوارم باعث دلخوریشون نشن. من آقای حیدری رو پارسال هم چند بار اینجا در خدمتشون بودیم تو اتاقای خودمون، یک رزومه ای ارائه بکنن خیلی کمک میکنه. میدونید حداقل یه شناختی باشه، چون برام خیلی جالب بود فرمایشاتشون. من فقط همینو اگر البته میدونم اینجور پرسشی خورده ممکنه باعث دلخوری بشه، ولی آقای حیدری واقعا منظور بدی ندارم. یه سابقه از خودتون، این که کجا فعالیت میکردید، این که ارائه بدید، خیلی ممنون میشم. جناب آقای امیر